خب دوستان ببین ما ویس کد خدا باز کردیم، کمک زوم میکنم که دوستان خوب ببینن. ما درس اول تا ششم، چون ما شما تا درس پنجم خواندیم، از درس اول تا پنجم ما میایم شب خلاصه از اونا رو کار میکنم. خب درس یک ما چی بوده؟ درس یک ما H1 بوده، P بوده، H2 بوده، خب اینا و دیگه چی بوده؟ خب BR بوده. خب BR هم کار میکنیم. خب دوم ما چی بوده؟ خب دوم ما ننوشتیم. خب سوم او ال لیستار هم آمدیم اینجا کار کردیم. خب درس چهارم خب ذخیره نکردیم انگار. خب اینجا هم ال آی ها، خب یو ال فوتر آرتیکل اینا. خب درس سوم هم که H1 P، خب H1 استرونگ آی اینا رو کار کردیم. خب ما میایم دوستا گفتم که برای اینکه بخوایم یک فایل HTML ایجاد بکنیم که ما شما رو چیکار بکنیم، چیکار میکنیم؟ اولا میایم یک دونه فایل ایجاد میکنیم. مثلا میگیم که لیسنینگ 1 تا 4 تا 5 1 تا 5. خب نقطه دات یا مو دات کام که میزنیم، دات فیسبوک که میزنیم، یا مو نقطه دخم دات HTML میزنیم که فایل شناسایی بکنه. خب و ما ایره میایم از اول گفتم که ما شما بخوایم ساختار عمومی فایل HTML طوری هسته که از اول باید بنویسیم دوک تایپ، باید بنویسیم باشین دوستا علامت تعجبیه دوک تایپ، بعدش چی بنویسیم HTML و اینو ببندیم، تگ ببندیم. بعد از اون بیایم تگ HTML باز کنیم چون میخوایم کد HTML بزنیم. خب تگ HTML گفتم که هم باز داره هم بسته داره. بعضی تگا مثل تگ از اینکه میخوای ورژن شناسایی کنه باز بسته نداره. خب داخل از این میایم چیکار میکنم؟ یک دونه هید میدم، یک تگ هید میدم. تگ هید داخل تگ هید ما تایتل خودم مینویسم. این تایتل از اون داخل چیکار میکنه؟ چیزی رو نشان میده که پیشتر که ما فایل ران کردم براتون میگم که چی نشان میده. که من مثلا مینویسم که لیسنی 1 تا 4 تا 5. خب بعد از اون بعد از هیت میایم اینجا مینویسم چی؟ بادی خودم مینویسم. حالا هر آن چیزی که در داخل بادی بنویسم برای از ما بعدا نمایش میده. خب ما تا به فعلا کد خود نوشتم. ما میایم یک دونه چک میزنم، میخوایم فایل خود ران بکنم ببینم آیا کار میده یا نه. خب 1 تا 4. خب ما میایم چی کار میکنم؟ روی راست کلیک میکنم و ببخشید ما اشتباه زدم و روی راست کلیک میکنم. میایم اینجا میگم چی؟ اوپن ویت لایف سرور. خب ما احتمال میره که لایف سرور خود بستیم. بله لایف سرور ندارم فعلا. چرا؟ به خاطر که اکستنشنش باید نصب بکنم. گفتم دوستا اولا این است که شما در بخش فایل میاین، بخش اتو سیفتون باید تیک خورده باشه مثلا. بعد لایف سرور میایم نصب میکنیم. ما لایف سرور نصب شدن لغو نصب کردیم. میایم مینویسین چی؟ لایف سرور مینویسین. لایف سرور که شما نوشتین ببینین اینجا این دوتا در اول میه. شما چیکار میکنین؟ روی اولی کلیک میکنین و چیکار میکنین؟ اینستال میزنین. خب این داره نصب میشه. ببین اینجا داره لودینگش نشان میده. این نصب شه و اینجا اینستالینگ چقدر میشه؟ جای از دیسیبل میه. خب و منتظر میشیم که نصب شه. خب ببین دوستان نصب شد فعلا. انستال دیسیبل برای من فعال شد. خب اگه متوجه باشین در اینجا گو تو لایف در پایین هم اینجا فعال شده تا پیشتر فعال نبود. ما برای اینکه بخوایم درست کار بده محض احتیاط ما چیکار میکنم؟ یک بار این فایل خود کامل بسته میکنم کد خود، پس دوباره میایم چیکار میکنم؟ این رو باز میکنم. به خاطر که اگه بخوایم درست کار بده گاه اوقات بعضی برنامه‌ها بعد از نصب نیاز به ریستارت داره. خب ببین دوستا ببین گو تو لایف آمد لیبرجیشه تا پیشتر نبود. خب من میایم رو کوچیک میکنم و میایم همین لیسن 1 تا 5 ما اوپن لایف سرور. ببین پیشتر آپشنش اینجا نبود، فعلا آپشنش آمد. من روش میزنم. خب بله لایف سرور باز شد و درستم کار میده. خب این چک منم آورد. خب اولین درس ما این بود. خب بذار ما کوچیک کنم که همزمان هم نتیجه رو ببینیم و هم خود کد همزمان بتونیم بزنیم که مشکل نخوریم. خب بریم این گوشه میرم تا حد امکان کوچیک میکنم. خب میرم کوچیک میکنم. خب دوست آمدیم گفتیم که در چی؟ گفتیم در برنامه نویسی در HTML
بالاخره ما چند نوع کد داریم؟ 6 نوع هیدر داریم. 6 نوع چی؟ مثلا 6 نوع هیدر داریم. هیدر 6 نوع. خب چرا نشان بده؟ نباید نشان بده. خب خب دوستا ببینین ما 6 نوع کد 6 نوع هیدر داریم اینجا. خب اولیش چی هست؟ H1 هست. H1 هست و دومیش چی هست؟ H2 هست. H2 تا H6 دیگه. باز مثلا میگیم H3 H4 H5 و چند و H6 هست. خب ما گفتیم 6 نوع هیدر داریم. مثلا ما می‌نویسیم اینجا هیدر 1. بذار اصلا اینجوری بنویسیم کپی پیست کنم. هیدر 1. خب من این متن کپی میکنم. خب میام داخل از این پیست میکنم، داخلی هم پیست میکنم و داخلی هم پیست میکنم به همین شکل. خب و میام یک اینجا یک به دو تغییر میدم. این یک دو، این هم سه، این هم چهار، این هم پنج و این هم شش. خب ببین دوستا، اگر هیدر اول ما شما هیدر یعنی H1 بدیم، H1 به این شکل برای ما شما نشون میده. اگر دو بدیم کوچکتر از دو، اگر سه بدیم کوچکتر از دو، اگر 4 بدیم کوچکتر از 3، اگر 5 بدیم کوچکتر از 4، اگر 6 بدیم کوچکتر از 5. یعنی نسبت از یعنی هر چی بالا میره کوچک میشه. یعنی یک بزرگترینه، دو از یک کوچکتر است. یعنی هر چی که ما اگر ششمی خردترین است. ما شما معمولا تو در ذهن ما از دوران مکتب افتاده میگیم که یک خوبه یا 6. خب میگیم 6 خوبه دیگه، زیاده کلونه به اصطلاح. نه، این به اون شکل نیه. اینجا شما یک خوبه، اینجا یک خوبه کلان. خب این بود از این مدل. بعد گفتم پی هسته. شما مثلا پی هسته، تگ پی هسته که شما میره مثلا میخواین یک متن بنویسین. مثلا اون لورم، خب لورم از زدم یک متن آماده بود. خب ما باید برم میره کوچی کنم. دوستا با من زد باشین تماس اومد. خب خب دوستا ما میایم متن اولی رو میخوایم جمع بکنم اینجا که دیده شود، زیاد از خط بیرون نزنه. خب دوستا گفتیم که ما چی داریم؟ ما که پی داریم که تمام پاراگراف های خوده، تمام پاراگراف یا همون متن اصلی بدنه را ما در داخل پی می نویسیم. در داخل پی به چه خاطر می نویسیم؟ که چون پی همون پاراگراف هست، میتونه گنجایش بسیار بالایی برای متن داره. میتونیم متن رو بنویسی و یک سایز استاندارد خودش داره. ببین کوچیک است، پی همین قدر باید داره. خب یک تگ دیگه را خوانده بودیم بی چی بود؟ بی بولد میکرد. خب پس ما چیکار میکنیم؟ مثلا گفتم اگه می اپسوم یا اپسوم دلار به اصطلاح بخوایم یک ذره برجسته تر شوه، یک ذره دبلتر زخیم تر شوه، چیکار میکنیم؟ داخل تگ پی بندازیم. در داخل خود تگ پی ما میایم بی ایجاد میکنیم. من بی رو باز بسته میکنم و میل اپسوم دلار از اینجا کات میکنم و میایم اینجا چیکار میکنم؟ پیست میکنم. اینجا اگه ببینیم اپسوم دلار دیگه بر از ما چی نشون میده؟ بر از ما زخیم و پر رنگ تر نشون میده. باز گفتیم بعضی جایا هسته که اینمی خط یک ذره کج است، ایتالیک است. چه قسمی؟ مثلا برای مثال ما اینی لغت یا اینمی بالاخره متن ما میخوایم چیکار کنیم؟ کج شود. او زمان از چی استفاده میکردیم؟ از آی که مخفف ایتالیک بود. ایتالیک چیکار میکرد؟ یک کمی کج میکرد. مگر بیایم پس این فایل آیا داخل خود پی ایجاد کردم و میایم اینمی چی ده؟ متن ما از اینجا کات میکنم و اینجا میایم پیست میکنم. پیست که بکنم دوستا شاید متوجه شوین تفاوت ها را. اینی متن که هست، اینی متن نسبت به بقیه چی است؟ متفاوت تر است. یه هم متفاوت است و یه هم متفاوت است. این بولد شده و این چی شده؟ این ایتالیک شده. باز میخوایم دیشب هم من یادتون باشه براتون مارک درس دادم در داخل آرتیکل. همینجا میتونیم مارک هم براتون ترجمه کنم. مثلا اینی رو میخوایم چیکار بکنم؟ اینی متن میخوایم که هایلایت شود. هایلایت که میکردیم میخواد چیکار میکردیم؟ مینوشتیم مارک میزدیم و داخل مارک همون متن می آوردیم. متن ما کجا بود؟ خب متن ما خب من فکر کنم اصلا کات گرفتیم یا نه. خب پیست میکنم.
خب نه نبود. خب من متن مورد نظر خودم میخواستم از پیشم گم شد فکر کنم. خب باشه با همون یک کلمه بعد از مارک دیگه. آره ما بعد از پیشم اینجا پاک شد. خب پس من میام چیکار میکنم؟ پس همون مارک اینجا مینویسم. دوستا یادتون باشه کنترل این کلید کنترل با زد که بزنین شما را یک قدم پس میاره، یک قدم پس میاره که مثلا شما چی تغییر داده بودید. من همین لحظه که بس پیشم گفتم کنترل زد زدم پس اومد. من را کات میگیرم و اینجا پس پیست میکنم. در داخل تگ مارک اگه من پیست بکنم چی میشه؟ این بک‌گراندش این قسمی به صورت پیشفرض زرد میشه. پیشفرض زرد میشه. باز یک چیز دیگه داشتیم، گفتیم مثلا یک چیز به اسم استرانگ داریم. ما استرانگ چی هست؟ گفتم برای علم سئو، علم سئو یا همون سرچ انجین اپتیمایزیشن که رو بعداً در جاوا اسکریپت میخونه. فقط یاد بگیریم که حالا یک چیز به اسم استرانگ داشتیم. ما میایم استرانگ می نویسیم. استرانگ به معنی قوی است. من را ایکس میگیرم و میایم اینجا می نویسم. ببین دوستا تفاوت ازی با تفاوت ازی هیچ تفاوتی ندارن. اینا در خط هیچ تفاوتی ندارن. ببین هم بولد هست از لحاظ یعنی ظاهری، هم بولد هست پررنگ هست، هم بولد هست پررنگ هست، هیچ تفاوتی نداره. اما تفاوتش در کجاست؟ گفتم در گوگل ما شما میریم سرچ میزنیم، مثلا می نویسیم سایت پاسپورت، برای مثال سایت پاسپورت می نویسیم، مستقیم برای ما اینیا رو میاره. چرا؟ چون اینمی میبینین این نوشته ها چی شده در حقیقت در علم سئو، در علم سئو یا سرچ انجین اپتیمایزیشن داخل یک همچین تگ نوشته شده، داخل تگ استرانگ. یعنی هر چیزی که شما در داخل استرانگ می نویسین طرف بره در گوگل خود، در کروم خود یا براوزر خود سرچ بزنه اون رو مستقیم میاره. یعنی در حقیقت در سرچ انجین یعنی این کلمه را در داخل سرچ انجین یا ماشین جستجو میده که نفر هر کسی دیگه رفت نمیره جستجو کرد مستقیم اینجی برش نمایش میده که مثل ما سایت پاسپورت آوردیم. خب این بود دوستا از بولد، استرانگ، مارک و چی ایتالیک کاربرد. خب بعد از اون ما آمدیم چی را خواندیم دوستا؟ آمدیم دو تا تگ دیگر خواندیم به اسم بی آر و اچ آر. گفتیم بی آر چی کار میکنه؟ خب دوستا شما تفاوت بین از اینا رو ببینید که ما ببینیم بی آر بین از اینا میبینین یک فاصله مشخص بین از اینا هست. هر چی که خورده فرق نمیکنه، ممکن یک فاصله مشخصی بین از اینا هست. اگه ما بخوایم این فاصله های کمک زیاد تر شوه، فرض کن بین 3 و 4 ما میخوایم فاصله 2 برابر شه. ببین فعلا همش یکسان است. پس چیکار میکنم؟ من میایم چیکار میکنم بین 3 و 4. پس من میایم 3 رو پیدا میکنم، در آخرش مینویسیم اچ آر. ببخشید بی آر یعنی بریک به معنی شکستن. ببینید فاصله بین 3 4 و هدر 3 و هدر 4 2 برابر است. آیا 2 برابر هست یا نه؟ ببین اینا کمتره این زیادتر. اگر مثلا حتی ما 3 4 تا بنویسیم 3 تا، ببین تفاوتش 1 برابر 2 برابر 3 برابر 4 برابر یعنی 3 برابر زیاد شد نسبت به اینا. 3 برابر زیاد شد. حتی 10 تا بنویسیم مثلا تا فرض کنم مثلا امیر باز کپی میگیرم، پس همینجا میام پیست میکنم که شاید چند 6 تا، یعنی 6 تا ببین فاصله بین از اینا، فاصله از اینجا تا اینجا اندازه 6 برابر از اینا شده. خب این بود از چی؟ از کاربرد اچ آر. ببخشید بی آر. باز یک چیز دیگه داریم به اسم اچ آر. اچ آر به اسم مثلا یه جورایی مثلا شبیه هیدرلاین میشه. مثلا اچ آر تو میخوای زیر نمیزی یک خط بفته، پس چیکار میکنی؟ می در آخر نمیزی مینویسی اچ آر. اچ آر چیکار میکنه؟ یک خط میندازه. اما میتونی علاوه که اینجا بنویسی میتونی در این خط هم بنویسی، هیچ اشکالی نداره، چون یک تگ هست که باز بسته نداره. میبینین یک تگ هست که فقط تگ باز داره. اگه بنویسیم دقیقاً تفاوتش ببین هیچ تفاوتی که چه اینجا بنویسم چه اونجا بنویسم نداره. مثلا ببین من پاک میکنم، ببین دقیقاً هم زیر یک فاصله داره بعدش خط افتاده. اگر من پس بیایم میرم در اینجا اچ آر بنویسم هم دقیقاً همون نتیجه میده که هیچ تفاوتی نداره. و شما میتونید بالای 10 تا مثلا داشته باشید اچ آر. چیکار میکنه؟ برای شما فقط این جدول میکشه، خط میکشه دیگه. این قسم است. خب مثلا بخوایم یک نمونه مثال بزنیم. مثلا فرض کن ما یک نوشته دارم، یک نوشته شبیه نزی نوشته دارم، در بالاش میخوایم یک عنوان داشته باشم، خب من پس چیکار میکنم؟ من این اچ آر اینجا میزنم چون فقط خط مشخص شود. خب لورم من میایم در بالا از این چیکار میکنم؟ در همین جا می نویسم یک اچ یک. مثلا میگم که یک دونه اچ یک می نویسم،
بنویسم برای مثال حالا یکی 3 می‌نویسم، مثلا هیچ یک هم نمی‌نویسم که ببین استاد چقدر هیچ یک و شوق داره. خب هیچ 3 می‌نویسم، مثلا میگم که موضوعش مثلا میتونه هر چیزی باشه. برای مثال میتونه موضوعش هر چیزی باشه، مثلا ما میگم اینفورمیشن به معنی معلومات. بعد از این چی میشه؟ اینفورمیشن اینجا اضافه میشه در حالت دی قسم است. اما اگه بخوام قشنگتر بیه واسه چیکار میکنم؟ یک دونه اشاره روش اضافه میکنم که دقیقاً چه قسم معلوم شود. یعنی قسم اگه اینفورمیشن باز زیرش خط باشه اینی رو نشون میده. شما حالا طوری که دانستین میتونین این رو استفاده بکنید. خب این بود از این. میایم بعد روی درس بعدی میریم. گفتیم لیست های منظم و نامنظم میخونیم. لیست های چی منظم و نامنظم؟ یکی اوردینری لیست باشین. خب درس بعدی ما یا موضوع بعدی ما اوردیناری لیست بود. اوردیناری لیست و چی بود؟ و ان اوردیناری لیست. ان اوردیناری لیست. لیست های مرتب و لیست های نامرتب که من در کامنت قرار میدم. دوستا سعی کنین اگر شما یک کامنت قرار میدی چی میشه؟ ببین من اینجا هم کامنت قرار گذاشتم، اینجا و اینجا. کنترل با فرونت سلش بزنید کامنت میده. کامنت چی میشه؟ کامنت برای است که من اینجا برنامه نویس فقط بیا بتونه بخونه. در اینجا هیچ چیز نشان داده نمیشه. کامنت چطوریه؟ ببخشید. تگ باز، علامت تعجب، دو تا خط. ببین دو تا چی؟ دو تا به اصطلاح داش میگیم ما. یا دو تا علامت منفی. باش من پاک کنم. فرض چطوری؟ اینو درس ندادم براتون. تگ باز، علامت تعجب که در بالا علامت تعجب اگه یادتون باشه این در دو تایپ کار می‌کردیم. این اینجا نشان میده. خب این دو تا داش که بزن مستقیم خودش پر میکنه. دو تا داش دیگر خودش پر میکنه. هر آن چیزی بین از این ما بنویسم هیچ جایی نمایش داده نمیشه، فقط به خاطر فهم تفهیم برنامه‌نویس است. مثلا ما میگیم که چی؟ اوردیناری لیست. اوردیناری لیست. خب اینا رو که ما اوردیناری لیست نوشتیم از زیر این یک چیز بنویسیم شما متوجه میشین. خب اینجا برای من گفت آقا لیست های مرتب میخواد کار بکنه. یک زمان اگه تو نفهمیدی یا یادت رفت اصلا اوردیناری لیست یاد رفت، گفتم اوردیناری لیست داخل چی می‌نویسیم؟ داخل OL می‌نویسیم. تگ باز OL می‌زنیم، تگش رو می‌بندیم، OL برات میده. یعنی اوردیناری لیست، مخفف اوردیناری لیست. داخلش میتونی لیست خود قرار بدیم. مثلا ما L1 LI میزنم. LI خودش مخفف چی هست؟ مخفف لیست است. یعنی ما اگه اینجا باز در پهلوی زمین یک کامنت ایجاد بکنم میگم که چی هست؟ لیست است. مخفف لیست است. OL هم اگه بخوایم یک کامنت بذارم میگم چی هست؟ مخفف اوردیناری لیست است. خب دو تا داشتش خود باز میزنم میبندم. گاهی اگه مشکل پیش آمد دو تا داشتش آخرام باید بزنید. اگر نزدیدم والا مشکل پیش نمیاد. خب به خاطر از اینکه کد زیاد قاطی نشه من یاد رو پاک میکنم که دوستان نبینن. من میام از LI 5 تا کپی میگیرم. 5 تا کپی چی؟ شیفت با آلت اگه پایین کلید پایین بزنم کپی میگیره. حالا شما اون کپی پیست خودمون کنترل C کنترل V خود استفاده کنید. مثلا من میگم چی؟ مثلا یک 5 تا میبرم. مثلا من اسمش رو میدیم اپل، مثلا اورنج یا همون پرتقال، اورنج یا پرتقال. مثلا دیگه بنانا که بنانا مکلا یا موز. مثلا دیگه فیگ، مثلا انجیر. برای مثال بگم میوه دیگه چی بود؟ مثلا کیوی. فکر کنم کیوی همچین بگنشته شد. 5 تا. ما بیایم نتیجه زیر ببینیم. ببین دوستان نتیجه زیر برای نشون میدم. میگه که سیب اولی، پرتقال دومی، کیلا سومی، فیگ انجیر چهارمی. یعنی قسمی نمبر 1 2 3 رو خودش میزنه. ما جای نمبر 1 2 3 نوشتیم؟ نه نوشتیم. پس چی کار میکنه؟ اینو خودش مینویسه. یعنی اوردیناری لیست مرتب، یعنی بعدات 1 2 3 4 این قسمی. اگر باز UL داریم این بود از اوردیناری لیست. باز میایم ما چیکار میکنم؟ اینجا یک کامنت میذارم که دوستا بفهمن که چی هست. میخوایم ان اوردیناری لیست بنویسیم. ان اوردیناری لیست. خب در زیر از این میایم UL میزنم. UL چی بود؟ مخفف ان اوردیناری لیست بود که دقیقاً اینجا مخففش نوشتم. LI هم که پیشتر به شما گفتم مخفف لیست است. دوستا ما پس همین متن فقط من میایم کاپی میکنم میارم در کجا؟ همینجا پیست میکنم. هر دویش یک است. متنش همون LI یا لیستش یک است. اما تفاوت در کجاست؟ وقتی شما در داخل UL بنویسین برای شما
فقط نقطه میده، میگه آقا این لیست هست، این هر کدامش یک لیست است، اما نمیگه لیست شماره 1 شماره 2 شماره 3. اما در یو ال 1 2 3 4 5 میداد، یعنی لیست میداد. اما شما 1000 تا بنویسین، فرض کن من میره یعنی میره من 1000 دفعه دیگه یک کاپی میگیرم، هی میایم در انتهای از این میایم تو پیست کرده میرم. سعی کنید دوستا چی میشه ببینید، 1 2 3 3 تا 25 هر آنچه که داشته باشید تو میه. خب من رو پس پاک میکنم چون من فقط قدرش کار داشتم 5 تا بود نشده برای مثال. خب دوستا یه بود چی؟ یه از لیست های مرتب و نامرتب. خب میم روی بحث بعدی ما گفتم که خب بذار برم مرتب که ببینم که کدام درس اسمش ما نمونده باشه. خب یک سیورم گفتم. خب لیسن 5 خب هنوز روش نگشتیم. خب 3 ال آی ها هم گفتیم. خب دو که هیچی. لیسن 1 هم میایم. ایچ 6 ایچ 1 ها رو گفتیم. خب فقط مونده درس 5 درس اون شب. خب درس اون شب ما میایم برای شما کار میکنم فعلا. خب خب گفتم چی هست؟ آرتیکل هیدر فوتر. آرتیکل هیدر فوتر است. خب البته مارک ما دی درس پنجم درس داده بودم که من پیشتر مارک اینجا برای شما درس دادم، گفتم داخل مارک قرار میدی هایلایت میکنه. حالا اشکال نداره دوباره کار میکنیم. خب ما پس میایم سر درس بعدی. خب میخوایم یک مقاله بنویسیم. میگم آرتیکل، در داخل آرتیکل بنویسیم. در داخل آرتیکل من یک هیدر باید داشته باشم که سر متن ما باشه. باید یک چی داشته باشم؟ یک فوتر باید داشته باشیم. یک فوتر داشته باشم. خب در داخل فوتور مثلا میگم که all right receive، یا مثلا میگم که برای مثال میگم this content مثلا belong to سلطان. مثلا میگم محتویات از این مربوط به سلطان است. هر چیزی که اینجا در داخل متن از من نوشته میشه مربوط به سلطان است. یعنی برای مثال دوستان دیدین یگان جایی هست حق نشر محفوظ است یا حق، در کتاب ها برای مثال در اکثر کتاب ها نوشته است حق نشر محفوظ است یا نفهم یا هر چیز همچین مایه ها در فوترش. خب بعد در هیدر خود ما میم بازی چیز می‌نویسیم. هر اون چیزی که در بین از بنویسیم ما بعد از ما فعلا به عنوان بادی برای نشان میدیم. this contains belong. خب اینجا آمده دوست ما به خاطر از اینکه فهمیده شده که این آرتیکل دقیقاً کدوم مقدار در بر میگیره، من این آرتیکل یک چی میدم میایم یک جای مشخص میکنم محدودیتش را که دوستا بعداً اشتباه نکنه. خب استایل خب میگم که چیره آرتیکل رو بگیر بکنه بوردری 2 پیکسلی سالیدی برای مثال را بلو بیدیم. خب دوستا آرتیکل مثل ببین آرتیکل از من فعلا اینقدر محدود داره چون من متن فقط یک یعنی اینقدر متن نوشتیم. متن هر آن چیزی که داخل دوستا در داخل نظام قوس دیدین، در داخل در داخل اینمی چهارخانه آبی رنگ دیدین، مربوط چی میشه؟ مربوط این آرتیکل میشه، مربوط این نظام محدود میشه. خب من میام یک دونه پیدر مثلا میدم برای مثال میگم که برای مثال باز همون اینفورمیشن، حالا هر موضوعی که شما خواستین بنویسین اشکال نداره میتونین بنویسین. خب اینفورمیشن اینجا اومد. من اگه بخوام یکم زیباتر شه یک دونه HR هم میدم که یک دونه خط زیرش بزنه. بعد از اون میایم یک دونه پی مینویسیم، یک دونه متن مینویسیم. متن بالای اصلا کپی کرده میارم برای مثال. متن یادتون باشه نیلوری من اینو من کپی میگیرم میایم داخل زمین پس پیست میکنم. یکم فاصله میدم. دوستا ببین تمیز نوشتن کد بسیار مهم است. این قسمی خب ما اومدم آرتیکل خب اینجا هم یک فاصله میدم. قشنگ خوانده میشه که آقا داخل این آرتیکل نیست محدودیشی. داخلش یک دونه چی دادیم؟ یک نش دادیم. خب باش من یک منظم کنم. خب داخلش یک دونه هیدر دادیم. داخل هیدر یک دونه پی دارم، داخلش هم پس فوتر دارم. ما اگه بیایم پایین ببین قشنگ اینجا بر از من نشان میده. یعنی هیدر من، اینی هم محدوده یا بدنه از من، اینی هم چی؟ فوتر از من. که اینا رو ما از بالا کپی گرفتم. حالا مثلا ما مارک از اینش پاک میکنم مثلا که یک دفعه درس دادیم دیگه اینجا نباشه. خب استرانگ هم پاک میکنم چون بیرم پاک میکنم، هر آنچه که دارم پاک میکنم چون اینا مربوط درسی بالا این بود نمیخوایم دوستا چشه. خب دوستا من آمدم در اخر یک چی کار کردم، یک مقاله را متن مقاله را اینجا آمدم نوشته کردم. اینی سر موضوعی هسته، اینی فوتر هسته و اینی هم چی هسته؟ متن بدنی هسته. ببین دوستا با جای هیدر یک زمان شما میتونید ایچ یک هم بنویسید. مثلا من این متن میایم اگه چون من میخوام یکم یک ذره برجسته تر باشه میایم اینی
اینفورمیشن ما کات میکنم. اینجا یه دونه چک مینویسم. چه اشکال داره؟ داخل هیدر میتونه چک بنویسید. ببخشید داخل هیدر است دوستایی. این هیدر است، ما هید نوشتیم چون هید یادتون باشه ما در بالای HTML یک چیز به اسم هید داشتیم. اونجا اشتباه شده بود، ما حواسم نبود و جمع شد. خب در داخل از هیدر گفتیم ما می نویسیم. خب من این ماده رو باز پاک میکنم، مرپس میکنم. پس خب گفتیم اینو میتونیم داخل اچ یک بنویسیم. ما اینو پس کات میکنم از اینجا میام اچ یک یا اچ اصلا اچ 4 مینویسم، اشکال نداره اچ 4 مینویسم. در داخل اچ 4 من این موضوع خودت پیست میکنم. پس ببین قشنگتری شد. مستقیم خواننده میره میبینه خب اینفورمیشن هست. باز میاد چیکار میکنه؟ اطلاعات داخلی مقاله یا آرتیکل میخونه در پایین میام مربوط فوتر باشه. خب این بود دوست از مقاله. حتی میتونیم که اصلا متن از رو دو برابر کنیم. باز یک کاپی میگیرم اینجا میام پیست میکنم که یک ذره متن چی شود زیاد شد. ببین دوستا بر از ما فوتر این قسمی نشان میده. هر آن محدوده که داخل نیمیابی هستن چی ماست در خط فوتر ماست. خب دوستا فکر نکنم چیزی از قلم جا مونده باشه تا به فعلا. من بسیار خلاصه آمدم پیش آمدم همه از ما را یک نمونه کار کردم که چی با چی هست. خب من رکوردم قطع میکنم و میرم رو